شکایت برای ارث چقدر طول میکشه؟ دوستان من، شما باید به این نکته توجه بکنید که قبل از شکایت باید مدارکی که برای شکایت نیاز هست رو آماده بکنید، مثل شناسنامه، مثل گواهی فوت، مثل اون رسید مالیات بر ارثی که پرداخت کردین و یک سری مدارک دیگه. و یک نکته دیگه که وجود داره، این شکایت بر اساس حجم پرونده های دادگاه یا اعتراضاتی که سایر وراث درباره این شکایت داشته باشن امکان کاهش یا افزایش مدت زمان رو داره. اگر میخواین در این زمینه نکات کاملتری رو شما بدونید، حتما از مقاله‌ای که ما در این زمینه در سایت وکیلین تنظیم کردیم و هم مدارکی که مورد نیاز هست و هم شرایط اطاله دادرسی رو توضیح دادیم بازدید بکنید و این سری نکات رو به دقت مورد بررسی قرار بدید تا روند رسیدگی شما برای شکایت ارث مدت زمان کمتری بشه.